قرار است چند لحظه بعد در این تالار جلسه سازمان امنیت و همکاری اروپا در مورد آزادی بیان دایر گردد. در این جلسه نماینده های سازمان های جمعیتی و نماینده های حکومت تاجیکستان نیز شرکت می کنند. البته این جلسه مخصوص برای تاجیکستان بخشیده نشده است، اما نماینده های جانب تاجیکستان امکان دارند در این جلسه صحبت و سخنرانی کنند. این جلسه امروز تا بیگاه دوام میکند، اما دیروز جلسه افتتاحی در سازمان امنیت و همکاری اروپا در ورشو ادامه کرد. در آنجا هم مخالفین تاجیک و هم مقامات تاجیکستان صحبت و سخنرانی ها کردند. از جمله نظامیدین شمس‌الدین زاده معاون اول وزیر کارهای خارجه تاجیکستان صحبت کرد و از حضور مخالفین تاجیک در جلسه سازمان امنیت و همکاری اروپا اظهار نگرانی کرد. او گفت که تروریست را نباید با خوب و بد جدا کرد. در پاسخ نماینده های سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز گفتند که هنوز دلیل های 100% روی دست نیست که نماینده های حزب نهضت اسلام و گروه 24 شرکتشان در عمل های تروریستی ثابت شده باشد. زمانی که نظامیدین شمس‌الدین زاده در جلسه سازمان امنیت و همکاری اروپا صحبت میکرد، زمان سخنرانی اون مخالفین تاجیک در دست شعارهای آزادی سیاسی، آزادی به زندانی های سیاسی در دست داشتند و ضمن سخنرانی او صدا بلند کردند.